سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه پیچنی یاژیک تیار میکنیم. محصولات ما لازم است 200 گرم آرد، 6 قاشق ساخرنی پودره، 100 گرم مسله ملایم، 1 دانه تخم، 1 پچکه ونیلین لازم است. ما در اول آرد، ساخرنی پودره را همراه میکنیم. همیشه آمیخته میکنیم خوشبو. مسله ملایم، 1 دانه تخم، نه 1 پچکه ونیلین همراه کرده همیشه خوشبو خمیر میکنیم. خمیر مرچ ملایمی روغنین تیار شد. نهایت روغنینی ملایم تیار شده که به مدت 15 دقیقه به یخچال میگذاریم. ما تا دم گرفتن خمیر ما گلازور تیار میکنیم. من به ما 6 قاشق شکر، 6 قاشق شکر، 3 قاشق کاکائو، 3 قاشق پور کاکائو خوب آمیخته میکنم. قاشق شیر همراه میکنیم. شیر نباشد آب هم همراه کنین میشود. همیشه بینهایت خوب آمیخته میکنیم. همیشه آمیخته کردن من باید اینکه سویق شود اگه در بالای گاز 4-5 دقیقه میجوشم. من باید همین طور جوشه ما کوفته میستیم تگاش نسوزد شکراش سالمی آب شود. ما میگیریم گلازور ما میگیریم چه سیاه گینه بخشی شده تیار شد. ما گرم 1 قاشق مسله همراه میکنیم. شکرک نمیشد حتما مسله میخت کنید که من گلازورامو شکرکچه نمیشد. شکراش خوشبو آب میشد. گرم میخت میکنیم. من ببینید چه سخت شد. ما میتونید روهای تارتبان استفاده برید و با خنک شد ببینید دو سختری رفتر میشه. من خمیری ما هم دم گیرید. اکنون من زیر خمیرم زباله چکیده، ما یک طرفش در رازکچه میکنیم. با یاژیک مانند میکنیم. من زباله چک کلوله کریست داده. من کمتر پچقه کنم. من می طرفش در رازکچه میکنیم. شدن پیچنیای اکو با مدتی 12-15 دقیقه به 200 درجه به تفتان میگذاریم. نه پیچنیای ما هم پختن. اکنون کمتر خنک شود آرامی دهیم. نه پیچنیای ما هم خنک شدن. اکنون آرامی دهیم. من 2-3 قاشق کاکائو در کار ما گرفته. من نیم تشه من شکلات میکنیم. من شکلات کرده. اکنون من کاکائو تروشکه به زیر میکنیم. زیر کریم. من گان چوبکچکی من همتا چشم میکنیم. ماننده یاژیک شود. من همشه نیمین من نیم تشه. من شکلات به تر کریم. من کاکائو تروشکه میکنیم. من کمی گان چوبکچکی من چشم میکنیم. برای فرزندان به نهایت خرسند میشن. پیچنیچی یاژیک. من پیچنیچی یاژیک ما هم تیار شد. اکنون من میبینیم خمیراش چقدر تیار شده است. میبینید به نهایت خمیرش من پیساچنی تیار شده است. شما هم حتما برای فرزندان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیه کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.